شفر بده که پروردگار را تو شفر مرا رسولت گرفت شفان شد و در فکر آخرت شفر بده و شفر من در دنیا خراب کردیم با الله جل جلاله و در آخرتم در دنیا مولی در آخرت کلا را صحیح بشناسی تو اشاره تبتی و اشاره بده و بیت زیر پای کی میفتی همیالا بیت زیر پای زل جلال حق الله را پیش میره بیا پیش خدا باش همه تو بگرد آزاد به خاطر کار نیست بار دولت نیست حالا در سایس سابق ایوشی افغانستان میگن خراب است یکی دست بعد دست زگن نمیتوانیتی مجازی این قلای که من پیش زل جلال دارم من نفر دارم هیچ کس نداره ولی الله قد ما زل جلال و اکرام زل جلال نفرات دیگه اینا مجازی بفهمانید جز الله دیگه هیچ کس را نمیشناسم و من حیث پادشاهی از کل پادشاهای جهان این نیست که بیادر بگیره بسازیم و کوشش کنیم که مجازی را پیش خدا آب بکشم تو کنم به خدا قسم پادشاهی را میگیره کل دنیا ولی خداوند من با جزا میده و در کسایی که پیش از مردن تی فکرها باشن فرایش که تو استاد ما را زد من به خاطری میزنم که داخرت شفرتن